ناگاه بود که ز این جهانت ببرن، که از حلقه جمع دوستانت ببرن. غافل منشین که زمان زمانت ببرن، گر تو نروی کشان کشانت ببرن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جانان عزیز، الله مهربان در امر ما و شما برکت توفیق بده. امروز الحمدلله تصمیم گرفتیم که یک حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم براتون قصت بکنم. این حدیث را ابن حبان و ترمذی روایت میکنه که پیامبر اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم میفرماید: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که در روز قیامت الله مهربان از 4 چیزی بنده پرسان میشه. جوانان عزیز، این 4 چیزی که الله از یکایک ما و شما پرسان میکنه، این حدیث نه فقط برای مردا، حتی برای زنان هم هستن که از این 4 چیز هم پرسیده میشوه. یا ببینیم که این 4 چیز چی هست. یکم چی گفت؟ ان عمره فیما افناه. از جوانیت، از عمر در کجا گذراندی؟ جوانی در کجا گذراندی؟ در کجا؟ در راه زنا، در راه فساد، در راه دروغگویی، در راه معیشت نمیشه. امروز ما دیدن نگاه کردیم که الحمدلله از ما جوانا گذشته هستیم، از ما یوشا رفته هستیم. ما یک بار کوشش بکنیم که آیا عمر من و شما آیا تا چند قدر باقی میماند؟ یه روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره از بالا می اومد که پسر حضرت عمر عبدالله ابن عمر که بخلوش خانه میکرد، خیس بالای خیس میمون که پیامبر اکرم عبدالله ابن عمر را گرفت در بالای کتفش. ما نگفت که یا عبدالله کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. ای بچه جان عبدالله، آیا الله مهربان در دنیا تو را برای معیشت آفرید؟ آیا الله مهربان در دنیا تو را برای معیشت آفرید؟ آیا الله مهربان تو در دنیا برای خانه کردن و برای معیشت آفرید؟ گفت در دنیا ای بچه جان مثل مسافر باش، که در این دنیا ما مهمان هستیم، در این دنیا ما امروز هستیم فردا نیستیم. مثل یک مسافر باش. چقدر یک انسان یک جا سفر می رود، یک هفته یا که 10 روزه 15 روزه باز بر میگردم به خانهش. در دنیا باید ما مثل مسافر باشیم که ما همه وقت در مرگ تیاری باشیم. جوانان عزیز، بعد عبدالله ابن عمر دوام رفت نزد مردم، میگفت که ای مردم اذا اصبحتم فلا تنتظر المساء. گفت ای مردم، گفت هر وقتی که سحر شود گفت منتظر بیگاه نشوین. و اذا امسیتم فلا تنتظر الصباح. هر وقتی که بیگاه کشید منتظر سحر نشوید. و خذ لصحتك لمرضك. گفت ای مردم، هذا که سلامتتون خوب هسته، جوان هستید، طاعت عبادت بکنه قبل از آن که بدن شما درمان بشود. و خذ لحیاتك لموتك. در قید حیات هستی، هذا که خداوند در قید حیات نگه هستید، طاعت عبادت بکن قبل از آن که ملک الموت به قبض روح ما و شما بره. طاعت عبادت بکنیم. ببینیم که بزرگان وقتی که شب که میشید منتظر صبح نمیشدن. امروز ما اکیده میدونیم دخمان مکافات و گارانتی میتیم که ما پس فردا یا که فردا یا که بعد 1 روز، بعد 10 روز، بعد 1 هفته ما چیکار میکنیم؟ وعده ها میتیم که او کارا میکنیم، این کارا میکنیم. جوانان عزیز، ما قبل از آن که وعده کردن ما باید همه وقت. امروز اکثریت میبینیم جوانان، اکثریت میبینیم که امروز جنازه هستن، امروز اکثر جوانان هستن. برای این سبب قبل از آن که ما را ملک الموت به قبض روح جان یکدیگر یکی ما شما میبینیم، باید ما تیاری به مرگ تیار باشیم که برای ما شما. و حضرت میگه که غافل مباش که بنده عمر دوباره نیست. غافل مباش که بنده عمر دوباره نیست. ذکر خدا بکن که از مرگ چاره نیست. مثلا که مرگ برای ما شما نمیگه که من فردا میبیام پس فردا میبیام. ما باید همه وقت تیار باشیم. یکم چی گفت پیامبر اکرم؟ ان عمره فیما افناه. از جوانی ما شما پرسان بشه که آیا جوانی در کجا صرف کردی؟ در راه معیشت؟ در راه کیف صفاحت؟ نه برادرم، ما باید در جوانی طاعت بکنیم. در جوانی توبه کردن نشأه پیامبری است، در پیری توبه کردن نشأه شیطانی است. وقتی که پیر کشیدی عمرت به جا رسید، علاخری بری عیبه، زناکنی بری عیبه، خب قماربازی بری عیبه، خب کارایی میکنی عیبه، بعد چیکار میکنی؟ در سر طاق مانده در مسجد میری میشینی. در کجا در جوانی توبه میکردی؟ در جوانی
وقتی که در جوانی که ما در طاعت عبادت الله میریم، در جوانی که ما از الله که میترسیم، رابطه مون با الله یقین میکنیم، انشاءالله این طاعت بسیار مکافات زیبا داره که پیامبر اکرم میگه که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. باید جوان مرد، باید مرد مسلمان، زن مسلمان چنان توبه کند که همون گناه کردگیش به خودش همچون دشمن بشماره، همون گناهش به خودش نفرت بشماره، بعد میشه مسلمان حقیقی، بعد میشه طاعتش قبول، بعد میشه گناهش الله چیکار میکنه؟ عفو میکنه. دیمش و عن جسده فيما ابلاه، از دین که در روز قیامت ما الله پرسان میشه از جسدی، از جسمی، از سلامتی ما و شما که ما را خداوند سلامتی داد. وقتی صحت و سلامت بدیم، چرا این صحت و سلامتی ما در طاعت عبادت الله صرفش نکردیم؟ چرا؟ فقط از این جسم الله میپرسه که وقتی قوت داشتی، وقتی توانایی داشتی، چرا طاعت عبادت نکردی؟ چرا خدا نترسیدی؟ سیمش و عن علمه ماذا عمل فيه، از اون علمی که الله برای یکی که ما و شما داد، چه علم دینی و علم دنیوی داد، چه عمل کردیم؟ عمل با قرآن و با سنت کردیم؟ به اون علمی که الله برای ما داد عمل کردیم نکردیم؟ وقتی که عمل که نباشد، تقوا که نباشد، ما یگان کار کردن نمیتونیم. یعنی در ما و شما مهم چیز تقوا. عبدالله ابن مسعود پرسیدن که ما تقوا، تقوا چیست؟ تقوا گفت که التقوى ينقسم الى اربعه، تقوا گفت 4 تقسیم میشه. الخوف من الجلیل، ترس از پروردگار. جانان عزیز، مادامی که اگر از الله در قلبای ما ترس الله نباشد، ما چی؟ تقوا را پیش نمیکنیم. دیمش والعمل بالتنزیل، عمل با قرآن و با سنت. سیمش والقناعت بالقلیل، الله اگر چقدر که مالت میتیه با کم بغلت میکنه، باید میکنه، باید مسلمان قانع باشه، شکر گزار باشه که الله من همه دادی، الحمدلله، رزق حلال دادی، همه مرا مال دادی، همه مرا کم بغل کردی یا که مرا بای کردی، شکر گزار باش. چهارمش والاستعداد اليوم الرحیل، برای روز مردن همه وقت تیار باشیم. برای سبب اون علمی که الله برای ما و شما داد، باید ما علم چیکار کنیم؟ با اون علم عمل کردن در کاره. برای چی؟ او پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، وقتی که فرزند آدم از دنیا میگذشته است، همه عملش قطع میشه، تمام عملش قطع میشه مگر 3 عمل تا قیامت اجر صاحبش میرفته. یکمش چی بدیم؟ او علم ينتفع به، علمی که داشته باشد همون جوان مرد، وقتی که علمش تعلیم داد بر دیگه شخصیت ها، اگر بعد رفتنش اگر که همون علم که استفاده برد، همون علم اگر استفاده برد در که تعلیم داد، انشاءالله بعد تا قیامت اجر ثابت همون چیزش تا قیامت برای همون شخصیت می رود. دیمش صدقه جاریه، یکم صدقه جاریه میکند، یکم قشلاق تا کپرک میگذارونه، او میگذارونه، یکم مسجد، یکم صدقه جاریه میکنه، همون را که مردم که استفاده بردن تا قیامت در حقش دعا میکنن، ثواب اجرش میرود. سیمش ای جوان مرد، علم نداری برای تعلیم دادن، پول نداری برای خیر کردن، صدقه جاریه کردن، اقلا او ولد صالح یدعو له، فرزندی که تربیه که بعد رفتن نگوه که لعنت، بلکه بگوه که رحمت به فلان که تربیه خوب کرده است فرزند خودش را. چهارمش که پیامبر اکرم گفت که در روز قیامت از ما و شما پرسان میشه الله مهربان چی گفت؟ و من ماله من این اکتسبه و فیما انفقه، اون مال الله بپرسه این مال، پول مال که در دنیا یافتی از کدام راه یافتی، از کدام راه و در کدام راه صرفش کردی؟ این سوالا بسیار مهمه جوانان عزیز. قبل از آنه که الله مهربان این سوالها را به ما و شما که پرسان بکنه، ما باید به این سوالها تیاری بدیم جوانان عزیز. از این 4 سوال ما را پرسان می شود. چهارمش از آن پولی که از کدام را یافتی و در کدام را صرفش کردی. خداوند ما و شما را رزقای فراوان، رزق حلال نصیب بگردونه، از رزقای حرام خداوند ما و شما را پناه بده. جوانان عزیز، این بود موعظه‌ای که مهمه که برای شما کردم. خداوند نکنه که ما و شما عمل کردن به این حدیث، عمل کردن به این چیز ما را خداوند با قرآن و با سنت، خداوند نکنه که ما و شما را نصیب میسر بگردونم. اون در صلحه برای شما خواندم که ناگاه بود که این جهانت ببرن. به این چی میگه حضرت؟ وقتی شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی که انسانی که مسلمان از دنیا که بگذرد، میگه چی میگفته است؟ قدمونی، وقتی
جسد ناجان او در سر کتف با تاوت میبرداریم. او چی میگه در دوران اگر که مسلمان نمازخوان مسلمان که باشه میگه قدمتید من برای بخوانم. برای چی؟ و میبینه قبرش یک از باخوی جنته. میگه ما تیز بره. لکن انسانی که به نماز، انسان به توفیق از اینا که بگذارم، وقتی جسد ناجان او را که چیکار میکنن؟ میبرن. چی میگه؟ مرا نبرید اونجا، نبرید اونجا. برای چی؟ او چی میگه؟ از حلقه جمع دوستانت ببرند. در دنیا در ما در معشقت رفیقات سیاحت کردن میگردی، معیشت کردن میگردی، لکن روز میشود این جسد ناجان در ته خاک میمونن. خودت میدونی، عملات میدونن. غافل منشین که زمان زمانت ببرن. غافل مشو ای جوان مرد که جمع آمد همه میبرن تا. گر تو نروی کشانت ببرن. تو با وجود چند قمیه که مرا نبرم ترا کشک کرده بردن در قبر میسپرن. خودت میدونی، نامه عملت میدونن. دعا میکنم برای خداوند ما و شما را عملای نیک و عملای صالح خداوند در ما و شما نصیب میسر بگردونن. خداوند یکایک که ما و شما توفیق بده. خداوند جمله امت محمد مصطفی را صلی الله علیه و سلم از زمین آفات و نگهبان باشه. خداوند ما و شما را به این امر معروف خداوند اول گوینده را عمل کردن به این سنت ها، به این گفته ها عمل کردنش میسر بگردونه. خداوند یکایک که ما و شما توفیق بده. و اون برادر اپا و خواهرایی که از دنیا گذشته خدا اونها رحمت مغفرت که اون بیماری ها را خداوند شفای عاجل کامل نصیب بگردونه. الله مهربان از وطن عزیز ما این درد و وبا را خداوند نس نابود بگردونه و خداوند بیماری را شفای عاجل کامل بده. خداوند یکایک که ما و شما توفیق بده برحمتک ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.